سلام، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم با علی بریم تو فرودگاه پیرسون و علی برامون توضیح بده زیر فرودگاه پیرسون چه خبره. علی قسمت رمپ ایجنت فرودگاه پیرسون کار میکنه. اینجا هم که میبینیم توی ماشین نشسته و زیر فرودگاه داره حرکت میکنه. حالا خودش بهتر توضیح میده. سلام علی، خوش اومدی. سلام شیوا جان، خوبی؟ قربونت، امیدوارم بگو. تو خوب باشم. سال نو مبارک. روز سال خوبی برای همه باشه. آره، من فرودگاه پیرسون کار میکنم و اینجا که فرودگاه پیرسون انشاءالله که هر کی که آرزو داره بیاد کانادا این صحنه باند و بالا به زودی ببینه ایشالله. خب اینجایی که میبینین قسمت پروازهای دمستیک این پروازهای داخلی. بیشتر پروازهای داخلی، پروازهای ایر کانادا، پروازهای کوچیک انجام میشه. یعنی شهرهای کوچیک کار، یعنی به از تورنتو مثلا به ونکوور، شهر داخل داخلی. کانادا. درسته. و اینکه اینجا رانندگی کردن تو باند فرودگاه قانون خودشو داره، مثل قانون داخل شهر. مثلا اینجا که من استاپ میکنم استاپ ساین داره، باید بری اینجا وایسی و موقعی که پرواز اون چراغ بالای هواپیما رو نگاه کنین یه لحظه خاموش روشن میشه، اون اینکه پرواز الان آماده حرکت کردن و کل محوطه به شوی چند کیلومتری باید همه وایسن که اونجا پرواز میخواد آماده حرکت باشه. پشت هواپیما هم نباید به هیچ عنوان تا شوی چند متری باشی، چون موقعی که داره حرکت میکنه اون موتورش خطرناکه، چه برای سلامتی ریه چه برای اینکه شاید بعضی وقتا میبینی تکون میده اصلا ماشینو. آره دیگه، بالاخره کلی انرژی هستش که موقع حرکت که اون ممکنه خطرناک باشه. الان شما وایسادی اینجا تا اون هواپیما پرواز بکنه و این ماشین روبرویی که میبینی اونجا وایساده اینم ماشینی بوده که هواپیما رو پوش کرده به عقب که آماده پرواز باشه و ماشین هم وایساده اونجا و بعد وایسی که اول ماشین روبرویی بره. بچه حالا من یه چیزم بهتون بگم، هواپیما قبل از اینکه روشن بشه اون اولش با یه سری ماشینا اونا رو حرکت میدن. خود هواپیما یه سری جا نمیره. یه ماشینایی هست که الان میبینیمش، این ماشینا هواپیما رو حرکت میده و تا اونجایی که میخواد پرواز کنه میبره و برعکس موقعی هم که وای میسه این هواپیما میان و اینو میبرن تو پارکینگ. خب این ترمینال سبزه که میبینین ترمینال شماره 3 میگن. فرودگاه پیرسون بیشتر 2 شماره بیشتر نداره. ترمینال شماره 1 ترمینال شماره 3. ترمینال شماره 1 کلا اختصاص داره به پروازهای ایر کانادا چه داخلی چه خارجی. ترمینال شماره 3 مختلطه، یعنی این پروازهای وست جت، امارات، عربستان، پرتغال، بیشتر پروازهای مختلطه دیگه. با انواع پروازا میان میشینه اونجا مسافرگیری میکنه. اما خب ما بیشتر ایرلاینی که الان توی کانادا هست ایر کانادا و وست جت. آره خب بعد به خاطر همین هم فرودگاه شماره 1 بیشتر ایر کانادا گرفته، چون خیلی پروازهای ایر کانادا زیاده. و یه نکته هم بهتون بگم اینجا خیلی جالب، ما سیفتی داریم. سیفتی یعنی اینکه مثل پلیس راهنمایی رانندگی خودمون. الان اینجایی که ما داریم میریم ماکسیموم سرعتی که میتونی بری 40 کیلومتر بر ساعته و اگه بیشتر از 40 کیلومتر بری شاید باورتون نشه اصلا دوربین خود متوجه نمیشه، ولی دوربین داره. بری زود بیسیم میزنن، میبینی ماشین پلیس با آژیر رو کلی دم و دستگاه میافتن دنبالت، باید بزنی کنار و اون موقع جریمه خودشو داره و همون لحظه هم پرداخت نمی‌کنی. می‌بینی $200-300 جریمه میشی. سر هر 2 هفته که چک می‌خوای دریافت کنی کمپانی پرداخت می‌کنه، ولی اون مبلغ از شما با یه پوان منفی از شما کم می‌کنه. اوه چه بد. این چیه این ماشینا اینجا؟ اینا ماشینای خود مال جی تی ای مال فرودگاه پیرسونه. بیشتر مهندسایی که جای مشکلی چیزی پیش بیاد، بیشتر مهندسای برق و مهندسای فنی هستن. نارنجی ماشیناشون. الان شما وایسادین که اون ما وایسادیم که نه، اینجا الان سمت راست رو میبینید ماشین هواپیما میخواد حرکت کنه، سمت چپ هم این وایساد که اون هواپیمایی که ما وایساده بودیم اون باید از اونجا رد شد. آها درسته. خب الان یه هواپیمای دیگه میخواد. نه اون هواپیما الان وایساده، آدمای ماشینی که اونو پوش کرده ما وایسیم، اون ماشین برگرده با آدماش اونهاش.
برگرده سر جاش، بعد ما حرکت کنیم. آره درسته. سمت چپ پرواز مکزیکه. این آبیا مال کجاست؟ آبیا مختلفه نمیدونم. خب در ادامه الان داریم به کدوم طرف میریم؟ به طرف پمپ بنزین میریم و جالب پمپ بنزین خیلی خوبه برای همه ماشینا رایگانه. برای ماشین تو فرودگاه. آره دیگه. و کلی دوربین داره که یه موقع گالین این چیزی نگیری پر کنی با خودت ببری. خب آره دیگه اینجا هم که مستقیم میریم. یکم خب میتونیم اینجا رو بزنیم بره جلوتر که خب برسیم به اینجا من وایستادم که یه درسته. هم تایم استراحت هم بود، همین که یه ذره بهتون نشون بدم جای باحالیه. این لحظه‌ایه که پروازا میان میرن سر لاین و یا اون شماره‌ای که برج مراقبت بهشون میگه باید پرواز کنین آماده بشن. پرواز اولی که پرواز ایر کانادا داره میره سر خط وایسه که این پرواز کنه، یعنی اجازه پرواز رو بگیر و بره. درسته. آره دیگه. خب پرواز بعدی هم فکر کنم پرواز وستجت. یه کانادا کلا 2 تا پرواز هواپیمایی ایرلاین داره که به قول خودشون بهترین ایرلاین هم، ولی واقعا بدترین ایرلاین آمریکای شمالیه. یکی که وستجت، وستجت بهتر از ایر کاناداست. یکی وستجت، یکی هم که ایر کاناداست. کانادا هواپیمای مختلفی داره. من با یه دونه هواپیما یه دفعه سوار شدم واقعا خوب بود. ما حالا هر دفعه خوب نیست اما یک دفعه خیلی خوب بود. یکم باز بزنیم بره جلوتر که خسته کننده هم نباشه. اینجا هم میبینیم که این هواپیما هواپیمای خیلی مکزیکه، اون کشور مکزیکه. بزنیم بره جلو. بله. خب ما اینجا دیگه حرکت میکنیم. قسمت پمپ بنزینمون بود. اینجا میایم، میگم قانونی داخل شهر دیگه استاپ ساین داره، باید وایسی این ور اون ور رو چک کنی پروازی نیا ماشینی نیا تا بتونی حرکت کنی. بچه‌ها ما اگه توی حرفامون کلماتی استفاده میکنیم که لهجه داره به خاطر که ما همدانی هستیم و یه سری الان من یه سری کلمات رو شاید بگیم که با لهجه خودمون باشه دیگه ببخشید اگه نمیدونید. خب اینجا حرکت میکنیم مستقیم میریم تا دیگه پروازهای دیگه رو بهتون نشون بدم. 40 کیلومتر بر ساعت. خیلی فرودگاه بزرگیه. آره واقعا این شلوغ‌ترین فرودگاه واقعا 2 ثانیه واقعا پرواز میشین و بلند میشه. اینجا رو میایم دوباره استاپ ساینه. این محوطه‌ای که میبینید خالیه باید وایسیم این ور اون ور نگاه که افتاد. بعد افتاد حرکت میکنیم دوباره. خب مستقیم میریم تا بریم الان ترمینال 3 بودیم، داریم دوباره برگردیم ترمینال شماره 1. یعنی برمیگردیم سر جای اولمون. درسته؟ جای اول نه ولی یک قسمت دیگه. درست. ما پشت اومدیم داریم میریم جلوش. درست. اینا که چراغ قرمز و سبز داره دیگه، سبز ما حرکت میکنه. یعنی چراغ راهنمایی هم داره توی خود فرودگاه. این قسمت هم که هواپیما رد نمیشه، فقط ماشینای فرودگاه. درسته؟ بله. چون کناراش دیوار داره که هواپیما رد نمیشه. اینجا میایم دوباره استاپ ساین، دوباره چک میکنیم پروازی میاد نمیاد. خب میبینیم که نمیاد، ما میتونیم حرکت کنیم. روزهای اول 1-2 بار من سوتی دادم، کم مونده بود به فنا برم. پرواز داشت میومد، من حواسم نبود، پرواز داشت میومد گاز دادم، پامو گذاشتم تخت گاز حرکت کردم. شانس آوردم نه سیفتی بود نه گزارشمو دادم وگرنه اخراج میشد. خب و یه نکته مهم، هر روز سر ساعت 9:30 صبح پرواز امارات میشینه فرودگاه تورنتو، هر روز بدون استثنا، بدون تاخیر، بدون گم شدن چمدون. یعنی اینکه پرواز امارات وقتی که میشینه کل سالن تحویل
چمدونا قرق میشه، یعنی چون واقعا بزرگترین پرواز دنیاست دیگه امارات. با ظرفیت فکر کنم 500 600 تا مسافر داره، دقیقش رو نمیدونم، حالا اشتباه نگم فردا یکی بیا الان بگه کامنت اطلاعات نداری میذارم کانادا برات. بلد نیستی کار کنه، من نمیدونم، ولی میدونم که بزرگترین پرواز بزرگترین پرواز. دنیاست و یکی از نامبر وان دنیاست دیگه. اینم که میبینید ترمینال شماره 1 پرواز امارات نشسته، خب واقعا ابهت بزرگی داره، یعنی لذت میبره آدم و سر ساعت 9:30 هر روز میشینه بدون تأخیر. درسته. و این ماشین روبرویی که میبینید داره جلو من میره برای هواپیمای بزرگه، یعنی این میره که هواپیمای امارات رو پوش کنه به عقب، ولش بده به عقب. همون که بهتون گفتم ماشینا وصل میشن به هواپیما. خب علی، حالا بچه ها خب مطمئنن ایرانی های کمی الان توی فرودگاه کار میکنن، دوست دارم بدونن که آیا میتونن تو فرودگاه کار کنن؟ خب آنچنان به نمیدونم زبان قوی احتیاج داره یا مدرک خاصی میخواد، لایسنس خاصی میخواد؟ خب فرودگاه چند قسمت ایرلاین داره. ایرلاین ایر کانادا چند تا شاخه داره، میتونی بیای منیجر بشی، میتونی کاستومر سرویس بشی، میتونی رمپ ایجنت مثل من بشی. من رمپ ایجنت ایر کانادا نیستم، من رمپ ایجنت برای خود فرودگاه کار میکنم. و اینکه یه نکته، هر روزم و ایر ایندیا یعنی پرواز هند هم واقعا هر روز ورود و خروج داره، یعنی بعد از جمعیت امارات بالایی آره هستن دیگه، خب اینجا. و از امارات ایر ایندیا آره دیگه. همه میتونن بیا اپلای کنن، کسی که مجوز کار دارن، کسی که پی آر دارن، سیتیزن دارن، توریستی نمیتونن، اینکه اجازه باید کار داشته باشی. لایسنس خاصی میخواد؟ لایسنس بستگی به خودت داره کدوم قسمت فرودگاه میخوای کار کنی. میخوای مهندس برق بشی برای لایسنس خودش رو بگیری، کالج خودش رو بری، ولی قسمت منیجر و قسمت رمپ ایجنت ایر کانادا و قسمتایی که ما هستیم خب زبان نسبت به بالایی میخواد، چون 20 با منیجر و سوپروایزر و این اون صحبت میکنی و اینکه بالاخره باید یه جوری اوکی کنی، چون یه دفعه میبینی نزدیک 200 تا چمدون دست تو گم بشه و خودت پاسخگو باشی. درسته. کلا فرودگاه تنها محل جاییه که واقعا فانه، یعنی اینکه همیشه نه شلوغه نجات پرستی دیگه. داره نه مشکل خاصی داره، همه با هم دوستن، واقعا همه با هم دوستن. زبان در چه حدی باشه؟ آیا متوسط مثلا به بالا. درسته. بعد درایور لایسنس، الان من میدونم که تو یکی از چیزایی که واجب بود این بود که باید حتما گواهینامه رانندگی تورنتو داشته باشی و به خاطر همین مثلا آره دیگه، استخدام شد. وقتی اونو بگیرم باید برم اونجا آموزش بهم میدن، مثلا آموزش تو شهر. اول آموزش تو شهر داریم، بعد رایتینگ تست داریم، یه امتحان کتبی داریم، بعد اینکه قبول شدی دیگه کارت تو صادر میکنن. هر 3 سال هم دوباره باید امتحان بدی، چون هر 3 سال آپدیت میشه قانونش. مرسی، ممنون، مرسی که مهمون ما بودی. حالا باز من به علی میگم قشنگ بیا توضیح بده، اگه کسی خواست استخدام فرودگاه پیرسون بشه کمکش بکنه. ممنونم. قربونه، فعلا خدا خدا